سلام، دکتر اردشیر معطوفی هستم، متخصص رادیوتراپی و انکولوژی. همونطور که میدونید ما داریم یک سری از ویدیوهایی رو طراحی میکنیم که توی اونها به بیمارانی که تازه مورد تشخیص سرطان قرار گرفتند کمک کنیم تا مسیر شروع درمان راحت‌تری داشته باشن و اون بار خیلی شدیدی که رو دوششون هست رو در واقع سعی کنیم تا یه اندازه‌ای کمش بکنیم. توی ویدیو قبل در مورد اضطرابات و سوالات خیلی زیادی که ذهن افرادی که تازه مورد تشخیص قرار گرفتن رو در واقع درگیر میکنه، در مورد اونها صحبت کردیم و توی این ویدیو میخوایم در مورد شروع در واقع اون مسیر صحبت کنیم. ببینید ما درک میکنیم که خیلی شرایط سختی وجود داره، ولی بالاخره باید بلند شیم و یک پذیرشی اتفاق بیفته و شروع کنیم اون مسیر رو که تا یک پزشک مناسب پیدا کنیم و درمان رو شروع کنیم. پس توی این در واقع ویدیو به اون سوالات پرتکراری که ممکنه ذهن شما رو درگیر کرده باشه میپردازیم و سعی میکنیم که یک سری جوابهای خلاصه و مفیدی بهشون بدیم. حالا اگر اطلاعات خیلی بیشتری خواستین، من سایت خودم رو توی کپشن گذاشتم. توی سایت به تک تک این سوالات با در واقع فضای بیشتری پاسخ داده شده. ببینیم چه سوالاتی ممکنه ذهن شما رو در ابتدای مسیر درمان درگیر کنه. سوال اول اینه که ما همون اول کار چه کار بکنیم؟ ما الان متوجه شدیم که سرطان داریم، چی کار بکنیم؟ ببینید حالا شما و یا خانواده‌تون وقتی که یک سری علائم داشتید به پزشک مراجعه کردید، حالا هر پزشکی، اون پزشک متناسب با علائمی که شما داشتید یک سری فرایندهای تشخیصی رو انجام داده و بر اساس اونا یک گمان زنی کرده که احتمالا شما یک بدخیمی تو بدنتون دارید. خب تشخیص اینجا تموم نمیشه. به هر روش، حالا خودش یا همکار اون پزشک یک نمونه برمیدارن، چون تشخیص سرطان بدون نمونه برداری نمیشه. حتی قطعی ترین تصویر برداری هم نمیتونه بگه چه سرطانی وجود داره، حتما باید نمونه برداری انجام بشه. خلاصه نمونه برداری انجام شده، نمونه رو به شما دادن و نمونه رو فرستادید پاتولوژی. توی پاتولوژی چه اتفاقی میفته؟ متخصص پاتولوژی که در واقع کسی هستش که پزشک عمومیشو خونده و تخصص پاتولوژی گرفته، اون نمونه پاتولوژی رو زیر میکروسکوپ نگاه میکنه و به شما میگه که آیا این بدخیمی هست یا نیست. و در نهایت یک برگه به شما میده که بهش میگن برگه گزارش پاتولوژی، روش نوشته که این کنسر با فلان مشخصات. حالا اینجا تشخیص کنسر مسجله. این برگه پاتولوژی به شما داده شده و دکتر پاتولوژیست به شما میگه که این برگه خدمت شما، برو پیش پزشک خودت. حالا سوال شما چیه اینجا که من الان میدونم در واقع کنسر وجود داره، چیکار کنم؟ ببینید دو طرف وجود داره. اگر شما در خانوادهتون تجربه یک پزشک انکولوژیست داشتید و مثلا توی شهر خودتون میدونید که یه پزشک انکولوژی حاذق وجود داره، خب با این برگه پاتولوژیست میریم پیش پزشک انکولوژیست خودتون و بهش میگه آقا من سلام، منم خدمت شما، این برگه پاتولوژی، این کنسر وجود داره، چیکار کنم؟ یا نه فرضاً شما هیچ اطلاعاتی در مورد پزشکی پاتولوژیست در واقع انکولوژیست شهرتون ندارید و نمیدونید از کجا باید شروع کنید. بهترین اقدام و بهترین توصیه اینه که برگردید پیش اون پزشکی که در قدم اول تشخیص کنسر رو برای شما گذاشته. چرا؟ ببینید اون پزشک مثلا ممکنه پزشک گوارش باشه، اونا قرار نیست شما رو درمان انجام بدن، ولی با توجه به اینکه مدت هاست توی این زمینه دارن کار میکنن، قطعاً پزشکای انکولوژیست خوب در زمینه سرطان شما رو توی شهر میشناسن و به شما کمک میکنن، میگن آقا مسیر درمان تو از اینجا شروع کن. این بهترین کاری که شما میتونید انجام بدید. سوال بعدی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که کدوم پزشک انکولوژیست از همه بهتره. ببینید میگم اگر تو خانوادهتون کسی خدای نکرده مبتلا به کنسر بوده و درمان شده باشه، ممکنه از اون طریق شما پزشک انکولوژیست بسیار خوبی رو بشناسید و با اطمینان خاطر برید پیشش. و ممکنه که این اطلاعات شما نداشته باشید. من توضیحی که بهتون میدم اینه که ببینید ما هر یک از اعضای بدن میتونن دچار سرطان بشن. پستان، روده بزرگ، معده، مری، مغز یا هر جای دیگه. ببینید ممکنه که در شهر شما متخصصای انکولوژیستی وجود داشته باشن که روی یکی از این کنسرها تجربه بیشتری داشته باشن. مثلا دکتر ایکس کارش کنسر پستانه، مریضای کنسر پستان زیادی میبینه. یا دکتر ایگرگ کنسر روده بزرگ رو به خوبی درمان میکنه و تجربه خیلی زیادی توش داره. خب این اطلاعات از کجا به دست بیارید؟
همونطور که گفتم اون پزشکی که تشخیص رو برای شما میذاره، چون مدت زمان زیادی که تو این زمینه کار کرده، ازش سوال بپرسید آیا تو شهر کسی هست که به طور اختصاصی روی این کنسر کار کرده باشه که به ما کمک کنه؟ شاید در همه شهرها ما پزشکایی نداشته باشیم که به طور اختصاصی روی چیزی کار کنن. هیچ اشکالی نداره. اگر وجود داشته باشه بهتر، اگر نداشته باشه اصلا دچار اضطراب نشید، چون معمولا پزشکای اونکولوژیست در واقع روی کلیه امور اشراف خوب و کاملی دارن. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که ما چقدر زمان داریم؟ ببینید وقتی که نمونه برداری انجام میشه و منتظر جواب پاتولوژی هستین، هول و هوش بین 10 تا 14 روز طول میکشه. یعنی شما 10 تا 14 روز هیچ اطلاعاتی ندارید، نمیتونید به اونکولوژیست مراجعه بکنید، منتظر جواب پاتولوژی بیاد. وقتی جواب پاتولوژی میاد، بازم یک سری اقدامات تشخیصی نیازه که شما انجام بدید علاوه بر پاتولوژی. خود اونا بین 1 تا 2 هفته دیگه زمان میبره. یعنی خودش 1 ماهی زمان میبره. بنابراین نکنید مسائل دیگه‌ای هم وجود داره. البته مثلا شما ممکنه که در پیدا کردن یک متخصص اونکولوژیستی که محبوبتون باشه و بخواید ازش استفاده بکنید، خودش یه هفته زمان ببره. بخواید با چند نفر مشورت بکنید و با چند نفر ویزیتتون بکنن، ببینید با کدوم حس بهتری دارید. این عملا بین 1 ماه تا 1 ماه 2 هفته ممکنه زمان ببره. پس تعلل نکنید. میدونم اضطراب دارید، میدونم در واقع خیلی درگیری ذهنی وجود داره، ولی اقدامات رو شروع بکنید، چون خودش به اندازه کافی زمان میبره. ببینید برخی از توده هستن که رشد آهسته‌ای دارن و برخی توده ها رشد سریعی دارن. اگر قرار باشه خدای نکرده اون توده در واقع مربوط به شما باشه که رشد سریعی داره و شما بخواید بیشتر از این حرفا تعلل بکنید، کار ممکنه مقداری سخت‌تر بشه برای اونکولوژیست. اینی که در واقع توده شما سرعت کم یا زیادی داره، این کار شما نیست. باید اینو با اونکولوژیست خودتون مشورت بکنید. سوالی که ممکنه مطرح بشه اینه که چه اقدامات تشخیصی هستش که ممکنه اینقدر زمان بر باشه؟ ببینید وقتی که شما به پزشک اونکولوژیست خودتون مراجعه میکنید، علاوه بر اون برگه پاتولوژی که توش نوشته سرطان، پزشک برای شروع درمان و تعیین مسیر درمان که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم اطلاعات بیشتری میخواد. برای مثال چه اطلاعاتی؟ من پزشک اونکولوژیست باید اطلاعات کاملی از بدن بیمار خودم داشته باشم. یک سری از آزمایشات کامل ازش درخواست بکنم. من معمولا یک تصویربرداری کامل از بدن شخص میخوام. یک سی تی اسکن یا MRI یا تصویربرداری جدید. و در نهایت ممکنه یک در واقع عملکرد قلب بیمار رو هم لازم باشه بررسی بکنم. بیمار رو میفرستم پیش متخصص قلب تا اکو بگیره. ممکنه یک تصویربرداری اختصاصی برای استخوان درخواست بکنم. حتی ممکنه درسته که برگه پاتولوژی من داده شده، ولی من آزمایشات تکمیلی پاتولوژی بخوام. دوباره به پاتولوژیست نامه میدم، میگم آقای پاتولوژیست این اطلاعات جدید رو روی این توده بررسی کن، جوابش رو من بده. به خاطر همینی که میگم اقدامات تشخیصی ممکنه زمان بر باشن. این اطلاعاتی که این اقدامات به من میده به من کمک میکنه که بتونم مسیر بهتری رو برای درمان بیمارم در نظر بگیرم. یه سوالی که خیلی شایع از ما پرسیده میشه اینه که طب سنتی آیا جایگاهی داره؟ ببینید طب سنتی قابل احترامه. ما الان پزشکای عمومی داریم که تخصص طب سنتی میگیرن. توی تهران و مشهد اونجا که من خبر دارم، حتی شهرهای بزرگ این تخصص در حال انجام، بسیار در واقع پزشکای باسوادی هم هستن. ولی اینو میتونم به قطع بهتون بگم که در درمان سرطان طب سنتی هیچ جایگاهی نداره. بسیار بیمارانی بودن که وقت خودشون رو با طب سنتی تلف کردن و با وقتی به ما مراجعه کردن که بیماری به مقدار قابل توجهی پیشرفت کرده بود و کار از دست خارج شده بود و نیازمند بود که دیگه از درمان‌های خیلی قوی‌تر استفاده بکنیم. بنابراین اگر میخواید طب سنتی استفاده بکنید، اول کارتون رو با اونکولوژیستتون شروع بکنید، بعد از اون مشورت بخواید که آیا برای چه اقداماتی لازم است طب سنتی استفاده بکنید. اون به شما راهنمایی لازم رو میده. یکی دیگه از سوالات شایعی که ممکنه مطرح بشه اینه که آیا پزشکانی که در ایران هستن، داروهایی که در ایران هست، دستگاه‌هایی که در ایران هست کفایت میکنه؟ آیا من مریضمو ببرم خارج از کشور ممکنه که در واقع امکانات و اقدامات بهتری دریافت کنم؟ ببینید اینطوری نیست. الان با وجودی که در کشور ایران تحریم‌های زیادی وجود داره، ولی با این حال کلیه در واقع دستگاه‌های رادیوتراپی که نیاز هست برای درمان توی ایران وجود داره. روش‌های تشخیصی مثل سی تی اسکن و MRI مختلف توی ایران هست، آزمایشگاه توی ایران هست. داروها تقریبا داروهای اصلی و اون چیزایی که 97% داروهایی که ما ممکن نیاز داشته باشیم
و بشه برای بیماران استفاده کنیم تو ایران هست، قابل دستیابی هستش. و نکته مهم در مورد پزشکان ایرانی هستش. ببینید تمام اونکولوژیست های ایران بر اساس رفرنس های اروپایی و آمریکایی آموزش میبینن و ما در واقع چیزی غیر از این نیست. ما روش هایی که استفاده میکنیم تماما روش های نوینی که هستش که در کل دنیا در حال استفاده هستن. بنابراین اصلا استرس نگیرید. ببینید گاهن بیمارا میان هزینه‌های خیلی هنگفتی میکنن، مریضا رو منتقل دبی، ترکیه یا آلمان جاهای دیگه میکنن و حتی ممکنه اونجا گیر انسان‌های سودجو بیفتن. حتی اگر میخواین بیمارتون رو به خارج از کشور منتقل کنید، با یک پزشک اونکولوژیست در ایران مشورت بکنید، اطلاعات لازم رو به دست بیارید، بعد بیمار خودتون اگه خواستید منتقل بکنید. یک سوال پرتکرار دیگه ای که ممکنه مطرح بشه اینه که برای بیمار من که مبتلا به سرطان هستش چه اقدامی انجام میشه؟ شیمی درمانی، رادیوتراپی یا جراحی یا ایمن درمانی؟ ببینید زمانی میشه به این سوال یک جواب درست داد که اطلاعات پزشک اونکولوژیست کامل باشه، کل اقدامات تشخیصی رو انجام داده باشید، پزشک مریض شما رو دیده باشه، همه شرایط رو بررسی کرده باشه، متناسب باشه شرایط مریض شما یه تصمیم درمانی بگیره. ببینید ممکنه ما 2 تا بیمار کنسر پستان داشته باشیم، کلیه اطلاعات پاتولوژی و تصویری شبیه هم دیگه باشن، ولی پزشک یک تصمیم درمانی متفاوت بگیره. برای یکی شیمی درمانی بذاره، برای یکی نذاره، برای یکی قرص شروع کنه، برای یکی اصلا هیچی شروع نکنه، برای یکی فقط جراحی بذاره، برای یکی علاوه بر جراحی رادیوتراپی، شیمی درمانی و قرص همه رو با هم بذاره. به همین علت هستش که به شما میگیم همیشه توصیه میکنیم به بیماران و همراه اونا به هیچ وجه با همراهان بیمار مشورت نکنید، چون به هیچ وجه بیماری شما با اونها یکی نیست و حتما وقتی اگر میخواید با پزشک دیگه هم مشورت بکنید که این رو هم من توصیه نمیکنم و بعداً توضیحش رو به شما میدم، اطلاعات خود رو کامل به اونها ارائه بدید، با اطلاعات ناقص به اونها مراجعه نکنید، چون ممکنه که اطلاعات دیگه به شما بدن. توضیح رو بهتون بگم که ممکنه که برای یک بیمار یک پزشک یک مسیر درمانی دیگه رو بره، مثلا من به بیمار شیمی درمانی میدم به علاوه جراحی به علاوه قرص هورمونی، ولی دکتر دیگه فقط قرص هورمونی بده به علاوه جراحی و ممکنه هر دو روش درستی باشن از لحاظ در واقع رفرنس های علمی و به همین علت تصمیم میگیم با پزشک دیگه مشورت نکنید. ممکنه که در واقع ببینید پزشک دیگه داره کار دیگه انجام میده و یا پزشک دیگه حاضر بوده کار دیگه و سبکتر رو انجام بده، اینجا دچار تشویش خاطر بشید که نکنه پزشکی که من برام کارو انجام داده کار اشتباهی انجام داده. به خاطر همین حتما در این هم با پزشک خودتون مشورت بکنید. سوال بعدی اینه که درمان چقدر زمان بره؟ جواب این سوال هم مشابه در واقع سوال قبلیه. هر بیماری با بیمار دیگه، هر توده‌ای با توده دیگه و هر فردی با فرد دیگه ممکن مدت زمان درمانش در واقع طول درمانش فرق بکنه. ممکنه 2 تا بیمار یکسان، 2 تا بیمار مسیر درمانی یکسان رو ما مدت زمان درمانشون رو متفاوت کنیم. چه جوری؟ مثلا یکی از بیماران بیمار جوانیه، من سعی میکنم که درمان شیمی درمانیش رو زودتر تموم کنم، در فواصل نزدیکتر بهش بدم، چون این مریض کمتر اذیت میشه. و یه فردی مسنه، من دفعات درمان رو در واقع تعدادش رو بیشتر میکنم که تحمل درمانش براش راحت تر باشه. ببینید در مورد همه این مسائل و این سوالات و شک و شبههایی که وجود داره با پزشک خودتون حتما مشورت بکنید. در مورد طول زمان درمان، چون میگم بیمار شما ممکن با بیمار دیگه فرق بکنه، با همراه مریض مشورت نکنید، با بیماران دیگه مشورت نکنید، با پزشک خودتون مشورت کنید، ازش بخواید. قطعا پزشکتون در واقع وظیفه داره که یک جواب خیلی دقیق به این سوال بده. سوالی که وجود داره اینه که بعضی از همراهان بیمار از ما میپرسن که ما فرضاً به پدرمون یا به مادرمون نگفتیم اینها در واقع مبتلا به کنسر هستن. خب در واقع میگن که اونا انقدر استرسی میشن که ممکنه که در واقع خودشون در واقع اون روحیه‌شون رو از دست بدن و از ما میپرسن که بگیم بهشون آیا دکتر میشه اصلا بهشون نگیم، بگیم که تو دچار عفونت شدی و ما داریم فقط یک سرم آنتی بیوتیک بهت میدیم؟ ببینید به عنوان پزشکی که مدت‌ها تو این زمینه تجربه داشتم توصیه میکنم حتما بهشون گفته بشه. حالا نه که مستقیم بهشون بگیم، راههای خیلی زیادی برای گفتن بهشون وجود داره. چرا؟ ببینید بیمار حق داره بدونه و بیمار بعداً درسته که شاید در ظاهر متوجه نشه، ولی وقتی داره به مراکزی منتقل میشه که همه بیماران سرطانی هستن بالاخره متوجه این قضیه کم و بیش میشه. ببینید اگر خودتون توان گفتن این اطلاعات رو به همراهتون ندارید، حتما با پزشک اونکولوژیست خودتون و یک روانشناس تو این زمینه مشورت بکنید. قطعا میشه و راههای علمی وجود داره که میشه گام به گام آهسته به مریض این اطلاعات رو حتی استرسی ترین بیمار منتقل کرد.
یک مسئله دیگه که وجود داره که ما یه اصل در اخلاق پزشکی داریم که بیمار حق داره بدونه چه بیماری داره و حق داره بخواد انتخاب کنه درمانش چی باشه. ببینید فرض مثال یه بیمار اومده پیش من براش یک مسیر درمانی شیمی درمانی، بعدش جراحی، بعدش دوباره شیمی درمانی و بعدش رادیوتراپی رو در نظر گرفتم. مریض من یه آقای مسنیه، میگه من دوست ندارم شیمی درمانی بشم. حالا همراه بیمارش دارن اصرار میکنن که نه بابا تو متوجه نمیشی، دکتر بهتر متوجه میشه و تو باید حتما شیمی درمانی بشی، ولی مریض نمیخواد. ببینید این حق بیماره. بیمار وقتی اطلاع از بیماری خودش داشته باشه انتخاب میکنه که شیمی درمانی نشه. میگه من دوست ندارم شیمی درمانی بشم. خب وقتی که بیمار آگاهی داشته باشه، این مسئله رو خیلی آگاهانه ابراز بکنه و پزشک در واقع آگاهانه این رو بپذیره، خب به مریضش کمک میکنه. میگه خب باشه استرس نداشته باشید، من یک مسیر درمانی دیگه ای رو که داخلش البته این شایعه ها، معمولا هم چیزی وجود نداره ولی امکانش هست، به مریضش پیشنهاد میکنه. میگه من فرضاً میگه من داروی شیمی درمانی خیلی سبکتری رو میتونم به تو پیشنهاد بکنم، میتونم داروی ایمنی درمانی رو به تو پیشنهاد بکنم که شاید عوارض کمتری داشته باشه، شاید میتونم داروی هورمونی بهت بدم، یعنی میتونم با بیمار خوش تعامل کنم، بیمار رو راضی بکنه، شاید مسیر درمانی رو عوض کرد. درسته که شاید اون مسیرهای بعدی تأثیر اندکی کمتر داشته باشه، ولی شاید تونستیم با اون بیمار خودم با تعامل برسیم، یک مسیر رو انتخاب کنیم که هم بیمار راضی باشه و هم اینجوری روحیه بیمار بهتر میشه، اینجوری تأثیر درمان بیشتر میشه. سوال دیگه که وجود داره این که روحیه چقدر مگه روی درمان تاثیر میذاره. ببینید مطالعات زیاد مختلفی تو این زمینه انجام شده. ببینید روحیه خوب میتونه انگیزه ادامه درمان رو دیگه حداقلش اینه که انگیزه ادامه درمان رو بهتر بکنه. روحیه خوب سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. روحیه خوب جلوی افسردگی رو میگیره. ببینید سیستم ایمنی رو بهتون بگم که وقتی سیستم ایمنی تقویت میشه، تاثیر در واقع ضد سرطانی بهتر میشه تو بدن، چون سیستم ایمنی عامل بسیار مهم در مبارزه با سرطانه. و از طرف دیگه وقتی که شخص در واقع بتونیم روحیه خوبی رو برای شخص فراهم بکنیم، این شخص در واقع اون عوارض درمانی که ممکن بعضی موقع خیلی شدید باشه راحت‌تر پذیرش میکنه. تو این زمینه حتما با پزشک اونکولوژیستون مشورت بکنید، چون در واقع دادن خوراک فکری و دادن یک امیدبخشی معقول و واقعی وظیفه پزشک اونکولوژیست. وقتی باش مشورت میکنه میتونه تو این زمینه به شما بسیار بسیار کمک بکنه. یکی دیگه از سوالات پرتکرار دیگه‌ای که وجود داره هزینه درمانه. هزینه درمان به چه صورته؟ ببینید کلا سرطان در واقع همیشه میگن سرطان هم درد داره هم هزینه داره. سرطان مسیر پرهزینه ایه و ببینید شیمی درمان داروها میتونن هزینه داشته باشن. البته تو ایران داروها معمولا دولتی هن. برای کسایی که میخوان داروی خارجی استفاده کنن که حالا در موردش بعداً صحبت میکنیم، خیلی از مواقع توصیه نمیشه چون داروی ایرانی هم خوب هستن، ممکن هزینه بالا باشه. رادیوتراپی تو مراکز دولتی و مراکز خصوصی وجود داره. گاهن با توجه به صف خیلی زیاد طولانی که در مراکز دولتی وجود داره بعضیا توصیه میکنن برین مراکز خصوصی. مراکز خصوصی ممکن هزینه بیشتری داشته باشه. درمانای ایمنی درمانی حتی دولتی‌هاش هم یک کوچولو هزینه‌شون بالا هستش. به طور کلی توی کشور ایران زیاد نگران هزینه نباشید. اگر براتون هزینه دشواره میتونید به پزشکایی که در مراکز دولتی هم در واقع ارائه خدمت میکنن مراجعه بکنن، از مراکز دولتی استفاده کنید. ممکنه که ازدحام جمعیت در واقع بالا باشه ولی کیفیت انجام کار با همون صورت هستش. اکثر پزشکانی که شما ممکنه بهشون مراجعه کنید یک پرسجو بکنید متوجه میشید در مرکز دولتی هم اینا مطب دارن و میتونید از اون امکانات اونجا هم استفاده بکنید. خیلی متشکرم که در این ویدیو تا این لحظه دنبال من بودید. در ویدیوهای آتی ما به ادامه این مسیر شروع درمان سرطان میپردازیم. اگر دوست داشتید میتونید در واقع در این ویدیوها رو در سایت من که لینکش رو در همین کپشن همین ویدیو گذاشتم دنبال کنید. متشکرم.